Assalomu alaykum. Man Shahravandi Tojikiston. Sulaymonov Sheravgan. Mana pasportum Sulaymonov Sheravgan Hotamovic. Shahravandi nohiyai Muminobod. Ҳамин одамои ҳукумат ба ҷон оно овардан. Гӯё ки мо тарафҳои поён рафтем Сурия. Мо як мардикорем, як сохтмончием. Ман ҷиянам як мушкилат омада дар бари хидмат. Ягон мо одамои чӣ нестем гуфти гапҳо. Ягон ҷиyan ки Ман як моҳи шумо аз ҷумҳурии Тоҷикистон омадам. Дар ноҳияи Муминобод ҳар рӯз хонаводаи бобомшонам кашокаш дорам, фарёд мекунам ки бачаи шумо ба Сирия рафтагиай. Ман ин омадам як моҳ 10 рӯз мешавад. Дар пеш тағаам наомадагим. Тағаам дар ин Москва кор мекунам, рабочӣ сохтмончӣ. Хай мо дар ин ҷумҳурии дар ин Москва омадагим. Ина документ кардагим, ном фаҳмидам ҳакимо бобоҷон. Ҳама документом соз кардагӣ, патент ҳамам соз, депортатсиям кардагиам. Мо барои кор мехезем, ноҳияи моро ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд ки ба тарафҳои поён рафтагӣ ба ҳар кор даст додагиам. Мо дар ҳамин ҷо рабочӣ кор мекунем. خیلی علام‌آور گپ میزنید. زود میشه. یادی وطن میکنید. мана пеши раис омагим, чанд бор омагим, муроҷиат кардам ки ҳамин кора тинҷ кунем ки чӣ балоа. زیادی پسران تاجیک در روسیه هستند. در راه خوب هستند. از تجربه کاری ما از تعلیم ما که بسیار است که بین برادران برادر فروشی میشود. یا که فرزند کسی بسیار است، فرزندی است. از دیده برآمدن از روز اول که با شما صحبت داشتیم که همین روز میشود که شما ما ارتباط کردن خواهید نسبت رئیس جمهور، نسبت پرزیدنت تاجیکستان میرن مراجعتی ویدیویی که نوار خودی همین نوار برابر دولت رسد که کارمندان بی خطری تاجیکستان، کارمندان داخلی تاجیکستان دانم که شما در کدام حالت هستید. شما بدی نه به دولت میخواهید نه اعضای گروه‌های بدی اینجوری که در دنیا هستند نبودید، هیچ وقت نبودید. گروهشان حتی با زبان خود گردن که بیزاری از اون دارد. طرفدار دولت ما. امروز آمدید که یک کاری بید فرزندان خدا صاحب یک دانه کنید. انا برادر شما آمد دیروز ناعادلانه پسری که آمد پول صرف کرد، بلیط خرید، آمد اینجا بردن 3 مرتبه سود در سیم در این شخص پتنت حتی پتنت هم دارد. از حکومت پتنت گرفته است. از حکومت لیکن تاجیک‌ها مانندی که امروز ما گپ می‌زنیم در اینجا از نبودن محافظت داخلی دولت و بیرونی دولت این چشم‌پوشی که پنهان گشته عاقبت ندارد. وقتی که ما هر روز خانه شما با برادر صحبت کردم به نزد باباتون آمدم چی می‌خواستن که هر در علاقه بودید مراتب به شما زنگ زدن از تاجیکستان که کارمندان بی خطری تاجیکستان که با شما صحبت کردن بود چنین روزا من خودم گپ زدم قدشون بعد یک روز ما با چی می‌خواستن اونا با که شما پاینا دارید ای بچه میگم من پسوال سوار رفتم 3 بار 4 بار به سفارش تاجیکستان هم مراجعه کردید ایشان داد من در نادایم من آدرس من یک فیرما در کار کردیم که یک سال مرحمت برین پرسین اون نگفتید که ما هم برگشته به تاجیکستان رویم شما با ما جای کار میتید با ما نام به فرزندای ما میتید اخوراتش کردیم وقتی داشتم با خورا وقتی بچه‌ای که کوچه اومده گیان بالا خبر نداره در بالا بسیار در قسم بالایی با عقل با فرستش بسیار در تاجیکستان لکن استفاده برای خیلی شما است استفاده برای شما است من می‌خواستم که همون کارکنایی که بلند خانه شما رفتن یک مرتبه خانه حاجی صمد روم حاجی حاکم بیگ روم حاجی دولت روم که صدها تاجیکان هزاران تاجیکان در بازار لوبلینا امروز از دست اونا به غلامی افتادن مثلا امروز در سد تاجیک میتون چی نوشته شده است یهودیان ما را با شرطه میتونن مادرای ما را دشنا میتونن و در دیدن اینها حاجی صمد و حاجی دیگرش در نزدیمان نشستن قهقه خنده میزنن این است و از بین این روزه ملتی ما که ما با یک دو بیچاره کودک از پس وای میشیم که شخصانی که 9 میلیون پول تاجیک دادگی نیستن اویله حاجی دولت بودگی از خیلی اولی سویت نوی رودکی گشته ایستادن در پهلوی کارمندان پارتی خلقی تاجیکستان سوال داریم؟ های ما گفتانیم که های من شما یارون گفتی گپا پروتیف دولت نیست ما کجون که
یا سایره ساختمانچی من دیلاو دکمیتون هم من ساخت کجا باید با هم تنیم کی زده گیجوی میریم از رئیس جمهور چی خواهش داره شما؟ خواهش ما همیه که و رئیس جمهور خواهش داریم که دیگر خونه این بابای ما شد نروان. بابای ما خودش دعوه نیاید. میروان همون خیلی میزنن خیلی دمیزود گفتنم میشه. ایخ میروان هر گام میگن چی میکنن بعد تو چند یا برات مازش هم میگذار. بس آدمای ساختمانچی مرکز من دیلاو دکمه ادرسم همه رای مسبای من نمیتونم چی نیاد دارم از چی بزنم برای مخه خیلی هم مسبا داریم نه کما خیلی هم میشناسم من باوری کامل دارم که یگانه امروز ما با دو یگان نفری از اطراف رئیس جمهور که هر روز آنها نظر می‌نمایند به سامانه تاج میگیرند این سامانه مهاجرت مهنتی که زیاده از 2 میلیون بیرون از دولت است و با دو زنده‌دلان امروز درگیر رئیس جمهور نظر می‌نمایند به این نوار شما با رئیس جمهور می‌رسانند که این ملت آنقدر به بدی نرفته است. این ملت هر چندان به پستی آورده رساندن از طرف یک قسم میهمان‌های در تاجیکستان قالب و لقای و دیگر ملت‌ها من نامشون میگیرم که غلام در بازارها شدگی‌اند در مسکو و مانند لوبلینا این ملت رو دستگیری کردند. این ملت رو توان ما از همه طرف دستیاری خود را سنیم. حکومتی ها باید این کار کنند. و ما خدا شود که بینند به این نوار و رئیس جمهور رسانند که شما تنها نیستید. صدها جوانان اینجا میبیان. نه به حکومت تاجیکستان میرن، نه به روسیه میرن، نه در خانه‌ای که به خانه سفارت به خانه کنسولگری میدارن. اونا باوری ندارن، حتی باوری نمونده است. امروزه نداشتن باوری با حکومت تاجیکستان از طرف مهاجران سبب آنکه کارمندان آنها در بیرون از دولت با ملت رفتار خوب ندارند. از نظر نمایی که امروز حتی نزدیکانی هست در رئیس جمهور باید اونا از کار روند در خیلی کنسولگری آورده نرخی پاسپورتی که شما گرفتید با 25 تا 30,000 روبل روسی رسوندن. فقط متحد بودن ملت هر جایی که هستید شما هر جایی که میتوانید شب روز وقت در تماس باشید و پدر مادرتون خبر رسانید. کارمندانی که به خانه شما میبند البته همین نوار رو ثبت کنید پرتوید. امروز جوابگری بگو ما همون کرامت شهید شده است. مرحمت مرا پرسند که بودن اگر همین پسر مسیر رفت جوابگر منم. اگر همین پسر به عراق رفت بدی بد ملت کرد جوابگر من چون که در نزد من بود. اینم قسم است. اینم دوستداری به ملت است. بے پروا گشتن نسبت دپارتاتی شما این قانون شکنی است. من موندم امروز ادوکات‌ها کار میکنن دیگه روشن. این کارها با دکسنی بالای دولت حل شود. داشتن پاتین گرفتن رجیستراسیون در اوکراین این همش یک بدبینی به ملت تاجیک است. وقتی قدر نداریم بوده که قرارت کنیم من همش ساعت پولیده من دپارتات سر زدنش. نسبت قدر نداشتن ملت شما در چی میبینید؟ چی سبب شده است؟ چی کار کردن که این متحدی باشد؟ اما درست به شما متحد بودن چی کار کردن است؟ نمیکنه یک دیگر فهمی نمیکنه. اگر که بکنم مخی خور زوران نشین. همین نیست است که همین روز وقتی زیادی تاجیکان بیرون از تاجیکستان هم دیگر ملت‌های بمانند در آسیا ملت‌ها جدا از 200 ملت هستند. در تاجیکستان جدا از 100 ملت است. همین دیگر ملت‌ها استفاده بودن که بند خیلی تاجیک متحدی نیست و ما پراکندش رو برآورده رفتیم. و روز یادش است که این تاجیکستان با نام تاجیکستان اگر در سیمای آدمان یا که تاجیکی چیزی نمونده است. چشم‌ایده‌هایی که چشم پوشیده‌ها پیدا شدند. این ضربه سخت است. خود استالین آینده اسیر در چی دید؟ آینده زیبایی ملت خوازیدن در شوروی. وقتی که پیدا شدید بود دیگر ملت‌های مغول در آسیا میانه. و که این مغول‌ها در آسیا میانه زیادن. در آسیا میانه سرگی از میگن. برای همین شده سمرقند و بخارا و نمنگان و فرغانه را در ازبکستان ماند. و بدی بماند که از همین نوع فرزند تولد شود در اون طرف. دورگه دو پیدا شود. وزمان سمرقند و بخارا از دست برای باید نرفت از گرفتن از دست ما. سمرقند و بخارا برای آنکه مانا مردای تاجیکان مانند در آنجا بود همین موقع تولد شدن. اینا ببینید چقدر دختر و پسرای زیبا در تشکیل دادن. اینا از تاجیکان 18 میلیون شدیم. زیبایی ملت
وقتی که با صحرا میبری همون زیبایی دارد که گل دارد همه جا با زیبا خوب است هوای زیبا نفس میکشی و میلاد یکم با کی مانند است این زیبایی طبیعت است زیبایی دولت هم میتونه دارد ما باید برگردیم زیبایی امروز تاجیکستان در سینای ما است در دیدار ما است در روی که ما میگیم روی شیرین دارد این همون است باید برگردیم خوب است این تاجیکستان خوب است از مسکو من کرامتم شریف بود روبر جنبش مهاجران ملتی تاجیک روبر دیاسپورا سلامتی خوب است فرزندان خوبن برادران در نزد من نشستگی‌اند فرزندتان و نبیره شما نشستند در نزد من در خبرگیری آمدگی اینا برادر شیراوگان با جانش بابا جان بسیار پسرای خوب از روی دور آمده بودیم قریب جدا از 50 کیلومتر همین روز یک سفر داشتیم آمدن یک تاریخ بزرگی را به من نقل کردن و یک نواری کلان برادر داد خواهش نمود که به رئیس جمهور رسد ما را ثبت کردیم که این پسر شما به یگان کار نزدیک هم نیست به بدی انسان هم نیست و باوری دارم که این نوار ساعتهای نزدیک میبره در سامانه‌های ما سامانه‌های دیگر هم اگر استفاده برن خیلی خوب بشود یک خواهش من بود که با شما صحبت کنم رقم‌های تلفنی شما را به من داد باوری کامل دارم که همش از روی بدی است و حکومتی هم شخصانی با بزرگتر هستند که در بین اون شخصانی که به نزدشون میرم ممکن دورن از امروز حیات تاجیک در سایه وزنی وجود دارد امروز بیرون از دولت هزاران نه میلیون‌ها تاجیک‌ها برآمده رفتگان که یک درمان برای فرزندای او برند فکرای بد نبرین از پای سلامتی خود چندگان خواهی صحبت کردن مرحمت با فرزندا صحبت کنید مرحمت سلام علیکم عطا جون سلامتی خوبان دیگه عطا جون خیلی ما پیش همی کم اومدن گفتی گفت خودمون ایشون دادن چکیم تنجه مو یکم فکر چی نکنی این خونه اومسته یا مردم اومسته چند بار علاقم شده اینا پیش یکم اومد گفتی گفت زبس منکر ویدیو که رئیس جمهور ببیند رئیس جمهور ببینه ایشالا پاسوس را رفتم من پیش یکم اومد من گفتی گفت یکم اومدن بیران هستیم بله خواب عطا جانه سلامت باشه اگر کسی پیداشی در گرد خانه شما در گرد دروازه با که در همون سامانه که در ویدیو همون تاج میگرند هر روز نظر نمایند فرزند من زنده حیات است با کاری بدی دست زدنی نیست و دست زدنی هم نیست اینا هم بر دروغ هم فریب نسبت سلامت باشین رحمت برای داد دادم سلامت باشین سلامت باش